مردم از قفای آنها نرفت. مردم یک گروه گمراهی از قطار آنها رفت، از آدمایی که نفهمیده رفتند. چون که اینها کلمه اسلام را که همراه کرده بودند، همین اسلام گفته از قفایمون رفتند، لیکن مردم فهمید. انسان‌هایی که گمراه شده بودند امروز فهمیدن. باید فهمیده باشند که آنها مقصد آنها چی بود. مقصد آنها، مقصد ناپاک آنها آباد کردن دولت نه، سر دولت آمدن و تقسیم دولت و دولتداری بود. این فهمیدگی است. انسانی که عقل سالم دارد، عقل کامل دارد، فهم و فراست دارد، گذشته را فراموش نکرده باشد، امروز باید که از قفای چنین گفته ها نرود. آن مادرانی که فرزندان خود را گم کردند، از دست دادند، و آن مادرانی که در گریزگی در افغانستان مرده های خود را مانده آمدند، این چیز را هیچگاه فراموش نخواهند کرد و این باید هیچ کس فراموش نکنه. اون روزهای دهشتناک و من همین مادران دعوت میکنم که جوانان امروزه که اون روزهای دهشت را ندیدند، کودک بودند، امروز پدر و مادرشان عقل سالمی خود را کار فرموده با آنها اون روزهای دهشتناک را نقل کنند، فهمانند که آنها دانند که ما با چی عذاب و عقوبت دهشت ها به این روزهای نیک رسیده است. همین دهشت ها، همین کثافت ها از قفای انمین حزب نهضت اسلام بود. حالا که این تمام دنیا میده و بیهوده سود عالی با قرار خود این حزب را منع نکرد.